باور کنید می توانید موفق شوید و موفق خواهی شد. موفقیت یعنی چیزهای مثبت و عالی فراوان. موفقیت یعنی کامیابی شخصی، خانه‌ای زیبا، تعطیلات، مسافرت، وسایل نو، امنیت مالی و دادن بیشترین امتیازات به فرزندان. موفقیت یعنی به دست آوردن تحسین دیگران، رهبری، مورد احترام بودن در کار و زندگی اجتماعی. موفقیت یعنی رهایی از نگرانی‌ها، ترس‌ها، ناامیدی‌ها و شکست. موفقیت یعنی مناعت طبع، یافتن شادی همیشگی و رضایت بیشتر از زندگی و توانایی در کمک رسانی به کسانی که به آدم وابسته هستند. موفقیت یعنی فتح و ظفر. موفقیت، پیشرفت، هدف زندگی است. هر انسانی خواهان موفقیت است. هر کس بهترین چیزی را می‌خواهد که این زندگی می‌تواند ارائه دهد. هیچ کس از حرکت لاک‌پشتی و زیستی در حد متوسط لذت نمی‌برد. هیچ کس دوست ندارد درجه 2 باشد و احساس کند که مجبور است آنگونه زندگی کند. یکی از مفیدترین تعلیمات موفقیت سازی عبارتی است که میگوید ایمان میتواند کوه را جابجا کند. باور کنید، به راستی باور کنید که شما میتوانید کوهی را جابجا کنید و میتوانید. شمار افرادی که معتقدند که می توانند کوه‌ها را به حرکت درآورند زیاد نیست. در نتیجه معدودند کسانی که این کار را می کنند. شاید گاهی شنیده اید که کسی بگوید بی‌معناست که آدم فکر کند می تواند فقط با گفتن کوه حرکت کن کوهی را وادار کند تکان بخورد. واقعا غیر ممکن است. افرادی که این گونه فکر می کنند ایمان را با تفکر آرزومندانه اشتباه گرفتند. راستش را بخواهید، آدم نمی تواند آرزو کند کوهی خود به خود حرکت کند. شما نمی توانید با آرزو کردن خود را در هیئت اجرایی جا دهید. شما نمی توانید با آرزو کردن خود را در خانه 5 خوابه با 3 سرویس بهداشتی و یا در رده‌های بالا با درآمد بالا جا دهید. شما نمی توانید با آرزو کردن خود را در موقعیت رهبری قرار دهید. شما می توانید با ایمان کوهی را حرکت دهید. شما می توانید با ایمان به اینکه می توانید موفق شوید به موفقیت برسید. در نیروی ایمان هیچ چیز مرموز یا سحرآمیزی وجود ندارد. طرز کار ایمان این است. ایمان به نگرش من مثبت هستم و من می توانم باعث کسب نیرو، مهارت و انرژی لازم برای انجام دادن کار می شود. هنگامی که به من می توانم آن را انجام دهم معتقد باشید شیوه انجام دادن آن پیدا می شود. هر روز در سراسر کشور افراد جوان در مشاغل جدید دست به کار می شوند و هر یک از آنها آرزو می کند تا روزی بتواند از توفیق رسیدن به اوج بهره مند شود. ولی اکثر این جوانان ایمان لازم برای رسیدن به درجه‌های عالی را ندارند. پس به اوج نمی رسند. اگر معتقد باشند که صعود به بلندی غیر ممکن است، نردبان منتهی به بلندی‌های رفیع را نمی یابند و رفتار آنان در حد رفتار شخص متوسط باقی می مانند. ولی تعداد اندکی از این افراد جوان به راستی معتقدند که موفق خواهند شد. آنها با نگرش من به اوج می رسم به کار خود ادامه می دهند و با ایمان محکم به اوج می رسند. با اعتقاد به اینکه موفق خواهند شد و اینکه غیر ممکن نیست، این افراد رفتار مدیران ارشد را بررسی و مشاهده می کنند. آنها می آموزند که چگونه افراد موفق با مشکلات روبرو می شوند و تصمیم می گیرند. آنها نگرش و تفکرات افراد موفق را بررسی می کنند. نحوه انجام دادن کار به ذهن کسی می رسد که معتقد باشد از پس آن برمی آید. 2 سال پیش زن جوانی از آشنایانم تصمیم گرفت که یک نمایندگی فروش خانه‌های متحرک دایر کند.
خیلی ها به او توصیه کردند که این کار را نکند، چون او نمیتواند از پس این کار برآید. او کمتر از $3000 پسنداز داشت و میدانست که حداقل سرمایه لازم چند برابر آن مقدار بود. عده‌ای به او گفتند ببین این کار چقدر رقابتی است و مشاورانش نیز پرسیدند علاوه بر این تو در فروش خانه تجربه عملی نداری، چه رسد به اداره یک مؤسسه. ولی این خانم جوان به خودش و توانایی‌های خود در موفق شدن ایمان داشت. او زود قبول کرد که سرمایه ندارد و این تجارت بسیار رقابتی است و او نیز فاقد تجربه است. وی گفت اما همه شواهدی که من میتوانم جمع کنم نشان میدهد که صنعت خانه متحرک در حال توسعه است. علاوه بر آن من رقیبامو بررسی کردم، میدانم که میتوانم در کار خرید و فروش خانه های متحرک بهتر از هر کسی دیگری در این شهر عمل کنم. چند اشتباهم را پیش بینی می کنم ولی تصمیم دارم زود به اوج برسم. همینطور هم شد. او در تهیه سرمایه کمی مشکل پیدا کرد. ایمان قطعی او به این که می تواند در این تجارت موفق شود اعتماد دو سرمایه گذار را جلب کرد. او مسلح به ایمان کامل غیر ممکن را انجام داد. او تولید کننده تریلری را یافت که سرمایه محدود و بدون بهره در اختیارش گذاشت. پارسال فروش او از تریلرها بیش از $1,000,000 بود. او میگوید پیش بینی میکنم که سال آینده بیش از $2,000,000 فروش داشته باشم. ایمان قوی ذهن را تحریک میکند تا فوت و فن انجام دادن کار را پیدا کند. ایمان به این که میتوانید موفق شوید باعث جلب اعتماد دیگران به شما میشود. بیشتر مردم در ایمان خیلی سرمایه گذاری نمی کنند